درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول، گفتار 14. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. عینی نه تنها نویسنده شماست، او نویسنده ما نیز میباشد. کتاب‌های او برای ما نه فقط صنعت عالی‌جنابند، بلکه اسباب عیانی تعلیمی میباشند. این کتاب‌ها نه تنها شکنجه‌های گذشته و کامیابی‌های نو خلق تاجیک را تجسم کردند، بلکه خود آنها دلیل زنده این کامیابی‌هاند. یولیوس فوچیک. دولتشاه ابن علاءالدوله بختشاهی سمرقندی، مؤلف تذکره دولتشاهی است که تألیفش در غره ماه ذی‌القعده سال 893 هجری تمام شده است. از تذکره دولتشاهی تألیف صاحب ترجمه. حسب حال مؤلف و سبب تألیف. مصور این سواد نورانی و مصور این صورت پرمعانی اقل عباد الله الملک الغنی دولتشاه ابن علاءالدوله بختشاه از سمرقندی ختم الله بالحسنی بر رای جهان‌آرای ارباب دین و دولت و اصحاب فضل و فطنت معروض می گرداند که منی بنده روزگار شباب و ایام فضل و اکتساب را در جهالت و بطالت بسر بردم و 2-3 روز زندگانی که سرمایه سعادت جاودانی است به ما لا یعنی تلف کردم و چون از روی محاسبت و مراقبت بر روزنامه حیات نظر نمودم، دیدم که کاروان عمری گرانمایه در تیه گمراهی 50 مرحله قطع نموده بود و از دیوانی حکمت عنوانی قدوت المحققین و قبلت العارفین نور الملت و الدین مولانا عبدالرحمن الجامی ادام الله تعالی برکت انفاسه الشریفه این رباعی را مناسب معال و حسب حال خود یافتم. رباعی.
بودم تا 10 بس زبون افتاده، تا 20 و 30 زیره برون افتاده. از جهل و عمی داده 40 سال به باد، در پنجه هم کنون افتاده. با خود اندیشه کردم که از دفتر دین و دانش که فهریستی مجموعه کمالات است، حرفی نخوانده و از جاه و مراتب آبا و اجداد بی بهره مانده. این چنین عمری تلف شده را چی عوض و این سودای بی سود را چی غرض؟ بعدما که زخم شمشیری تشویر خوردم و ساعتی به ندامت به سر بردم، در دولت گذشته تدبیری نیست و در مهلت روزگاری حالی تأخیر نی. مصرع: کی عمری رفته کس به دویدن گرفته است. بیت از تخلص‌های شیخ آذری به یادم آمد. بیت: آذری عمر به بازیچه و غفلت بگذشت، آنچه باقیست مشو غافل و فرصت دریاب. آخر مصلحت آن دانستم که پیش از آن که پای مرکب حیات در سنگلاخ اجل مجروح شود، دست به کاری زنم که غصه سراید. علم را پایه بلند و مایه ارجمند یافتم، اما دیدم که مشاهده آن عروس جز به دیده مجاهده ایام صبا نقش نمی بندد که العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. اگرچه طفل راهم اما قرین 50. شاهراه سلوک به حقیقت اگرچه طریقه کاملان و وظیفه واصلان است، اما بیت: تا جان نکنی خون نخوری 50 سال، از قال تو را ره ننمایند به حال. منی گمراه که بعد تضییع و اتلاف 50 سال به قال نرسیده باشم، به حال رسیدن محال باشد. قصه پرغصه ملازمت درگاه سلاطین را چی گویم؟ اگرچه این طریقه شعار و دسار آبا و اجداد این مستمند است، اما نفس را در مراسم آن خدمت نامؤدب دیدم، بی ضروره پای از آن کریاس مونع در کشیدم.
بیت. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. عاقبت سودایی که در این زیان بود، دماغ ضعیفی مرا در بود و قوه متخیله بدین ربایی ترنم می نمود. ربایی: در دهر مرا نه جاه و مال حاصل، نه علم و کمال و وجد و حال حاصل. مردان دری مردان زده اند، از چی مراست چون نامردان خواب و خیال حاصل. آخر از حسرت و پشیمانی و اندوه و پریشانی به زاویه ادبار مجاور گشتم و به گوشه تنهایی معتکف نشستم. از بطالت و ملالت بر خاطرم مستولی گشت که بیت: گر نبی خان ورقی می خراش، ور ننویسی قلمی می تراش. بیت: گر نبخوانی ورقی می خراش، ور ننویسی قلمی می تراش. بعد از آن که مؤلف قدری با قلم مصاحبه می کند و اثرهای در هر موضوع تعریف شده را به یاد می آورد، می گوید: آنچه مجهول مانده در عالم، ذکر و تاریخی قصه شعر است. جهت آنکه علما با وجود کمال فضل بدین افسانه محقر قلم رنجه نکردند و سری همت فرو نیاورده اند و دیگران را اوقات مساعده نکرده، بلکه بضاعت این کار نداشتند، القصه تاریخ و تذکیره حالات این طایفه را هیچ آفریده از فضلا ضبط ننموده. اگر رقمی بر وجه ثواب در این باب نموده آید، حقا که بر وجه ثواب خواهد بود. امیر علیشیر نوایی در مجالس و نفایس در باب ذکر دولت شاه می گوید که موما الیه از پیشه آبا و اجدادش که امارت بود روی گردانده به فقر و دهقانی روز می گذرانید.
مجمع الشعرا که تألیف کرده اوست به کمالش شاهد است. در این نزدیکی وفاتش شنیده شد. تاریخ تألیف مجالس النفایس 896 است. باید سال وفات دولت شاه هم در همین تاریخ ها باشد. چنانچه نخستین شاعری فارسی زبان صاحب دیوان از ماوراء النهر سر زده است، اینچنین اولین مؤلف تذکرة الشعرا هم از این سرزمین برآمده است. تذکره دولت شاهی علاوه بر این که کتاب نخستین است، در این موضوع اهمیت‌های بسیاری دیگر هم دارد. مؤلف در این کتاب 9 تا از شعرای متقدمین عرب و 341 از شعرای فارسی زبان ایران و توران را بالذات و چند نفر علما و فضلای دیگر را بالطفیل ذکر نموده نمونه اثرهاشان را نوشته است. علاوه بر این از احوال سلاطین هر زمان، خصوصاً از احوال سیاسیه خراسان، ماوراء النهر و ترکستان خیلی معلومات مهمه را بیان فرموده است. افسوس که این اثر تا به حال چاپ نشده است. در سال 1902 به لندن چاپ شده باشد هم به دیار ما نشر نیافته است. نسخه قلمیش کمیاب و بسیار غلط است. امیدواریم که حکومت ازبکستان اهمیت تاریخی و ادبی این کتاب را در نظر گرفته با کمال دقت تصحیح کنانیده چاپ کناند. استادی برجسته سخن بدیعی، معلم سختگیر و غمخوار جوانان صدرالدین عینی به سبزیش و نشأ و نمای ادبیات تاجیک و ازبک مساعدت می نماید. غفور غلام. شکل ابرویت کمانم و کمانت جان فزاست، تاری مجگانت سینان اما سینانت دلکش است، تاری مجگانت سینان اما سینانت دلکش است. میلان کنی قامتت باز دل رباست، هر طرف هم خوردنی مایو میاند دلکش است، هم تبسم ریزی طرزی نگاهت گو بخش، هم شکر هم شکر آمیزی
قبو خالی لبان دلکش است قدو بستو قبو خالی لبان دلکش است. زین الدین محمودی واصفی. مؤلفی بدایع الوقایع، اصلش از هرات است. در مورد خروج شاه اسماعیل صفوی و فتنه های شیعه و سنی در سال 900 و چند هجری به ماوراء النهر هجرت کرده در کتاب خود واقعه های تا سال 940 را می نویسد. از این معلوم می شود که تا سالهای مذکور زنده بوده است. در مقدمه بدایع الوقایع در تاریخ هجرتش 928 قید شده است، لیکن این غلطی کاتبان است، زیرا واصفی در این کتاب مصاحبه های 916 هجری را که در ماوراء النهر واقع شده است می نویسد. پس معلوم می شود که هجرتش پیش از 916 و بعد از 912 است. واصفی به التزام تیغ و آب 5 غزل گفته و نام او را خمسه محیره مانده. یکی از آنها را به طریق نمونه می نویسیم. غزل آب و تیغ. مضطرب گردم چو گیرد در گلویم تیغ یار، در گلوی هر کی گیرد آب گردد بی قرار. در میان تیغ خوبان دست و پایی میزنم، آشنا باید کز این گرداب مارد بر کنار. بگذرد از استخوان‌های تنم تیغش چونیست، مانی آبی تیز را خاشاک و خس اندر کنار. تیغ تو چون از سرم بگذشت جان دادم روان، آب چون بگذشت از سر غیر مردن نیست کار. چون نیامد بر سرم تیغی تو جسمم خشک شد، آب چون ناید زمانی خشک گردد جویبار. واصفی تیغی تو را می بیند و محروم از آن، می کند در آب از حسرت نظر چون روزدار. این غزل به 4 وزن خوانده می شود. نرگسی جادوی تو آهوی چین، نافه آهو به تو خالی جبین. هندوی گیسوی تو حامی کفر، غمزه خونی تو ماهی دین. صورت ابروی تو قبله نمای، ساجد ابروی تو روی زمین. یک سری موی تو و روی جهان،
یک گل روی تو و خلد برین. آمده از خط تو نقشی نگار، بر دل یک رویه چو نقشی نگین. از دل من سوی تو مهر و وفاست، متصل از سوی تو دعوی کین. واصفه از قد تو دیوانه است، مضطرب از خط تو زار و حزین. چهار وزنی که غزل فقر را بدان خوانده می شود این است: اول رمل مسدس محذوف فاعلات فاعلات فاعلات. دوم رمل مسدس مخبون مقصور فاعلات فاعلات فعلات. سوم بحر خفیف مسدس صدر و ابتدا سالم حشو مخبون و باقی مقطوع فاعلات مفاعیل فعلات یا که فعلان. چهارم بحر سری مطوی موقوف مفتیل مفتیل فاعلان. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 14 ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.